بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد به حد مر خدا را، که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام، بر رسول و آل و اصحابش تمام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و پدران و مادران و خواهران بسیار گرامی، اینک ما و شما در روزهای ششم به هفتم ماه مبارک رمضان قرار داریم. یکایک شما را به این روزهای خیلی خیلی مبارک، دهه رحمت، تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان دعا هم این است که این روزهای را که شما روزه می‌دارین به درگاهش مقبول گردانه و در عوض این ماه رمضان که شما بسیار خواهش ها و تمنیات های زیادی دارین، چه در دنیا چه در آخرت، الله مهربان از شما قبول بگرداند. و الله مهربان دعامون همین است که خداوند تا آخر این ماه هر کسی که بی درد هست خداوند همچنان بی درد نگهش دارد و کسانی که درمند هستند خداوند اونها را شفای کامل تید. اونهایی که از ما و شما بودند، گذشته در روزه داشتند، این سال زیر خاک هستند، خداوند رحمت و مغفرتشان گرداند. و از الله مهربان خواهان هستم که برادران و خواهرانی که از ما در مهاجرت هستند، در غربت هستند، خداوند سفرهاتون به خیر و مبارک گرداند. و از خدای مهربان خواهان هستم که خداوند این وبا، این دردی که تمام عالم در یک گرداب، در یک سرگردانی مبتلا کرده است، الله مهربان این مشکلات از بالای جمیع مردم بردار. و خدای مهربان به سوی تو توبه میکنیم، طلب مغفرت میکنیم و از تو خواهش میکنیم، تولا میکنیم، زاره میکنیم که هرچی باشدم این از حاصل دستهای ما بود. خدای مهربان خواهش ما بندگانت این است که این مشکلات از بالای بندگان دور بگردان و خدایا در عوض این بر بالای جمیع مردم روی عالم، علاوه خصوص این تاجیکستان ما، برکات و خیر و نیکی‌هات خدای مهربان نازل بفرما. و الله مهربان در این روزهایی که قبول دعای بنده مؤمن است، خدایا این ملک‌های ما را همیشه خوب، همیشه نیک، از جمیع گزندها، از جمیع آفتها، از جمیع مشکلاتها خدای مهربان نگه بدار. و جمیع بندگانی که در آبادی این جمهوری عزیز ما دست دارند، حرکت دارند، گفتگوها دارند، پیشنیادها دارند، نیتهای نیک دارند، خدا جمعشان در پناه رحمت و عصمتت نگهبان باشی. برادران عزیز و گرامی، میاییم به سر آن سوال هایی که تا امروز بر من رسید. پیش از آنی که من این سوال ها را برای شما جواب گردانم، بسیار برای خودم ضرور دانستم که یک حدیث را از پیامبر نازنین خوانم و معناش به سمع شما رسانم، تا که انشاء الله کسانی از این شنیدگی ها بهره برداره، کسانی که از این شنیدگی ها انشاء الله کمر همت بنده تا از مکافاتی که در این حدیث پیامبر آمده است برخوردار گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلموه ولا يسلموه
من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها بها كربة من كرب يوم القيامة و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. متفق علیه. برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان راضی باشه و رحمت کند امام بخاری مانه و امام مسلم مانه که این عزیزای خدا این حدیث بسیار زیبا و نازنین را که در داخلش چقدر معناها، چقدر دلالت‌های زیبا که تا گوش در کار که اینها را گوش کند و توفیق در کار که به این حدیث پیامبر نازنین عمل کند. بچه حضرت عمر رضی الله عنه میارد، میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند المسلم اخو المسلم، مسلمان برادران عزیز برادر مسلمان هست، نابسته از منطقه هاشون، نابسته از جای زیستشان، نابسته از رنگ و نابسته از محل هاشان و برادر یکدیگر هستند. برادران عزیز شما دانید که حقیقتا وقتی که میگویم مسلمان برادر مسلمان هست، این بسیار یک معنای بلندی را در بر میگیرد که مسلمان برادر مسلمان هست. معنای برادری یعنی در پهلوی یکدیگر ایستادن، دست یکدیگر را گرفتن، در حق یکدیگر همیشه غمخوار بودن، پشتیبانی از یکدیگر کردن، این را میگویند معنای برادری. در دام حدیث گوش میاندازیم لا یظلمو ولا یسلمو. وقتی که شما با یکدیگر برادر باشین هیچگاه در حق یکدیگر ظلم نکنید، هیچ وقت یکدیگر را تحقیر نکنید، هیچ وقت یکدیگر را در دشمنها تسلیم نسازید. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. پیامبر نازنین گفت اگر کدام از مسلمان حاجت یک مسلمان دیگر را برآورده میکنه، ببین وقتی نیاز او را، حاجت او را، ضرورت او را وقتی برآورده میکنه، الله چی میگه؟ کان الله فی حاجتی. خدا میگه من در برآوردن حاجت تو تیار هستم. یعنی اگر تو حاجت برار بندگان من باشی، اگر تو دست به یاردم بندگان من دراز کنی، الله میگوید که حاجتهای تو را من خودم میبرارم. دست کمک و دست هر چیزی که باشد، خواهشی که تو داری، الله میگوید من به سوی تو دست ما دراز میکنم. در دوام حدیث میخوانیم و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. میگه هرگاهی که اگر در یک مشکلات، در یک سختی برادرای شما مبتلا شدن و شما همون حالتی که اونها مبتلای این مشکلات شدن، شما این برای رفع کردن، برای دفع کردن این مشکلات وقتی که کمر همت میبندین، وقتی که این حالت از برادرتون دور میگردانین، خداوند میگد من مشکلات هایی که در روز قیامت هست، سختی هایی که در روز قیامت هست، که عزیزان خدا میگفتن قیامت به نهایت روزی سخت است، زبیم او فلک ها لخت لخت است، قدی نیزه فرایت قرص خورشید بجوشد مغز سرها لرزد چون بید. آن روزی هست که بجز الله مهربان دیگر ما هیچ پناهگاهی نداریم. خدا میگه هر کسی در دنیا مشکلات یکدیگر را وقتی که برطرف میکنن، من مشکلات های روز قیامت تا از بین میبرم. یعنی تو نفری میشوی که در قیامت دیگر مشکلات نداری. در دوام حدیث پیامبر گفتند من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. اگر کدام مسلمان عیب یک برادر مسلمانش را میپوشاند، الله مهربان گفت هر عیبی که در تو هست، هر خجالتی که تو در دنیا، هر شرمندگی که در دنیا کردی، همه اینها را من روز قیامت ستر میکنم، همه اینها را من روز قیامت میپوشانم. یعنی در چشم خلایق
این شرمندگی ها و این خطاها و این لغزش های تو هیچگاه در چشم مردم نشان نمیتون. برادران عزیز و گرامی، انشاءالله من فکر میکنم که آنچه در داخل این حدیث گفته شده بود من برای شما با یک طریق ساده و یک طریق فهما انشاءالله به گوش هر کدام شما رسانیدم. برادران عزیز و گرامی، خدا رحمت کند. عزیزان ما را میگفتند خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی، آن را به نماز و روزه آباد کنی، روز 2000 بنده آزاد کنی، زان به نبود که خاطر شاد کنی. برادران عزیز، ببینین هیچ عملهایی که در ابتدا بیان میکند شاعر، هیچ کدام این با دل را به دست گرفتن، دل را خرسند کردن، برادران عزیز در ثواب برابر شدن میتونن. زین لحاظ شما حرکت کنین برادران عزیز که از این ثواب خداتان دور نگردانه. همیشه با برادرای مسلمان هاتون مهر ورزین، محبت کنین، یکدیگر هاشون دست یکدیگر هاتون گیرین. من در برنامه اینترنت نگاه کردم برادرای عزیز، از برنامه های اخبارهایی که از روسیه صدا میدادن، از تاجیکستان ما، از مردم تاجیک ما تعریف کردن. همون برنده هایی که اخبارهای روسی را میبرن اونها تعریف کردن که ما در دستگیری مردم تاجیک در تاجیک یا در غیر دیگر ملت ها، حتی روس ها را من دیدم که شما یاردم میکنین که این کار شما بهترین کار است. حتی برنده های همون گویم اخبارهای روسی از شما تعریف کردن که این مردم، این ملت حقیقتا مقصد در خیر کردن، در صرف کردن بسیار مردم با غیرت بوده است. خوش به حالتان برادران عزیز که وقتی که انشاءالله شما که در پیش خدا که عزت دارین، در پیش خدا که انشاءالله مرتبه و مقام دارین، در زبان مثال مخلوقاش هم شما را مقصد به خوبی و به نیکی یاد میکنند. الله مهربان توفیقاتون زیاد کند و الله مهربان در پناه رحمتش همتون نگهبان باشد و این روزها حقیقتا روز دستگیری هست، روزی هست برادرای عزیز که انشاءالله از خدا امید است این روزها میگذرد، ولی شما بسیار یک اجر و پاداش بزرگی را به دست میارید و همیشه یک دعایی که همو برادر در حق تو میکند خدا خواهد جای این هزاری صرف میکنید به صدها به هزارها انشاءالله برابر میشد، هم از مال دنیا، هم از اجر، هم از مغفرت گناه، از همه جهت تو انشاءالله برد میکنیم. میاییم به سر سوال ها. بابای حاجی میرزا گوید که کسی که در دستش نام الله را می نویسد چی حکم دارد؟ آیا این جایز است؟ برادرای عزیز و گرامی، نویساندن نابسته خواه نام الله را می نویسد، خواه نام خودش می نویسد، خواه نام پدرش می نویسد، خواه نام مادرش می نویسد، فرقی ندارد. همین نوشتجات در همین بدنهای ما و شما برادران عزیز هیچگاه جایز هم نیست، درست هم نیست. حتی در حدیث خواندم که 4 نفر پیامبر نازنین گفت از رحمت خدا دور است، یکیش همون کسی است که نوشتجات در بدنش دارد. برای همین این با خیلی گناه کلانی هست که وقتی ما اگر نام الله را در دست ما نویسیم یا در یگان بدن ما نویسیم، ما ببینین حتی در تلفن ها سوال میکنن که در اکرانش صورت الله هست، میگیم با او حاجت خانه در آمدن اجازت نیست. وقتی که تو در خود بدنت این الله یا محمد اینها وقتی که کتابت میشوند، تو هر گاهی که خلاجو میدرایی، در هر یک قدم، در هر یک داخل شدن تو پیش خداوند گناهگار میشوی. امروز اگر امکانش باشد کسی نوشتجات داشته باشد، بعضی میگد هم خیلی برآمده است، داروای برآمده است که از بالاش میمالن همون حرفا همه نابود میشود. اگر امکانش باشد که حرج نباشد، با یگان ضرری به جسم شما نآورد، مقصد اونها را از پوستاتون دور کنید. و اگر نشود و یگان زیانی میآوردگی باشد، این حالت برادر عزیز برای این گناه کردگیتان توبه کنید. هیچگاه هر چیزی را که ببین برادرای عزیز، خداوند همین خیلی ما را زیبا آفریده است که دیگر حاجت به تغییر دادن در همین عضوهای ما و شما نیست. هیچگاه من میبینم بسیاری از مثال نفرهایی را که در ناخونهاشون، در دندانهاشون، در مویهای سرهاشون، در چشمهاشون هر خیل تغییرات ها میدارن. علال خصوص خواهرای ما و این بدنهای بسیار زیبایی که شما دارین رحم کنین. بسیاری از
همین برنامه ها را تماشا کنین اولی، همون کسایی که مقصد در جسم هاشون چیزهای الهوگی کردن، خب تا حتی پیشای براشون ده میبینی که چیزهای الهوگی وصل کردن، همه امونها با بسیار بیماری های وزنین مبتلا شدن. انشاءالله در شما زیباگیتان، خواه دادرای عزیز، خواه خواهرای عزیز، اخلاق زیباتان، نیتهای نیکتان، سخنهای خوبتان، این برای شما زیباگی است. این زیباگی نیست که ما اون چیزهایی را که زیادتی در عضوهامون پیوست کنیم و بعد ضررهاشون ببینیم. ضررهای خیلی و خیلی زیاد دارن. از این لحاظ اگر خواهرای ما را بینیم، مادرای پیش ما را بینیم، چقدر مقصد پیرم که میشدن، هیچگاه زیباگیشون از چهره هاشون، از دستاشون دور نبود، برای که از خیمیه های امروزه استفاده نمی کردن. همزمان برادرای عزیز، شما هم از این نوشتجات هایی که هستن هیچگاه استفاده نکنید که حتما اینا در پوستای شما، در عضوهای شما یگان ضرر و یگان زیانی را میارد. ولی به هر حال هم که باشد شریعت منع میکند از نوشتجاتی که در پوستامون ما می نویسیم. سوال دیگری که هست بابای حاجی میرزا، آیا زنی حامله‌داری که کودک حامله‌دار یا که کودک شیر میدهد روزه میگیرد یا نه؟ من در جوابهای پیشتر در این مسئله با خیلی روشنی انداخته بودم. خواهرای عزیز، مادرای عزیز، هر زنی که اگر در حالت حامله‌داری قرار دارین و بسیاری از زنهایی که بر من زنگ میزنن که در حالت حامله‌داری خوردگی‌هاشون پس میگردونن یا خلاص همیشه دلشوراکی دارن، اگر وقتی که روزه‌دار باشی این چیزها که برای تو دقت میارد و همیشه البته بر روزه تو زیان دارد. زین لحاظ شریعت برای شما مادرها و خواهرایی که در حالت حامله دارین اجازه داده است که شما روزه هاتون بخورید، روزه هاتون بخورید و از همین حالت که شما اگر بیرون شدین ان شاء الله کدام وقتی که باشد این روزه ها را در یک روزش یک روز قضا بگیرید. همچون مادرایی که البته شیر میتین، اینها را هم من گفته بودم که یعنی در حالت شیر دادن که گفتیم اکثرا همین شیر از حساب خوردن پیدا میشود. وقتی شما که روزه میگیرین همون شیر که اگر نه آمد کودکات هم با گرسنه میمونن. خدای مهربان همین را، شریعت ما همین را به نظر گرفته است که برای شما اجازت دادن وقتی که اگر از این حالت شما بیرون شدین بعدا قضایی گیرید. اگر مادرای باشن که کودکا را مقصد با طریق شیرهای مگزینی کلان میکنن، خیلی برای اینهاش اجازته که روزه دارن، ایناش چی باکی نداره. ولی مادرایی که اگر شیر میدادن شون حساب غذا باشد، شما در شریعت اجازه داده است که شما مثلا انا روزاتون بخورید، یعنی هیچ باکی ندارد. دیگر سوالی که اینجا آمده است بابای حاجی میرزا گوید که زنی حائضه در شب قدر باید چیکار کند؟ ثوابش میرسد یا نمیرسد؟ البته مادرها و برادرای عزیز، شب قدر که یکی از روزهای بهترین این ماه رمضان هست که شب ایرا شب زنده داری کردن برابر است با 83 سال زیادتر از عبادت، از 1000 ماه. حتی گویم نزول ملائکه ها، حتی حضرت جبرائیل که در این شب و موافق آیت قرآن که در سوره قدر می آید به زمین پایان می شود. خلاص بسیار شبی با ثوابی هست. ولی مادرها و خواهرایی که حتی در حالت همو حیض هم که باشند، شما با سبحان الله، با الحمدلله، با الله اکبر گفتن گناهگار نمی شوین. فقط زنی حائضه نمیتواند که مقصد قرآن در دست بگیرد یا نمیتواند که از آیات های قرآن چیزی خواند، لیکن از ذکرهایی که هست شما اگر استفاده برین هیچی باقی ندارد. اجازت است که مقصد شما از تسبیحات استفاده برین. بابای حاجی میرزا گوید که با شخصی بینماز زکات دادن جایز است یا نه؟ البته شخصی بینماز وقتی که ما میگیم، شما برادران عزیز یک چیز فراموش نکنید که در اعتقاد اهل سنت و الجماعه آدم بینماز از دین بیرون یا کافر نمیگویند. یعنی شما هیچ وقت در عقیده من ایرا جای نکنیم که آدم بینماز آدم بیدینه. نه، آدم بینماز الله را اگر شناسه، پیامبر را شناسه، ولی ببینید عقیده اهل سنت بر همینه که وای به خاطر نخواندن نماز گناهگاره، یعنی کفران نعمت کردگی، لیکن وای مسلمان برادر عزیز، وای مؤمن است.
зин барои ӯ додани закотай, додани садақаи фитрай. хоб ҳамаи инҳо албатта барои ӯ дурусту ҷоиз аст. агар шумо барои ин кас мақсад аз нафрате ки дар дилтон дар нисбати инҳо дорин, ин хайр надорад, балки бо инҳо бародар бисёр агар дилмон сӯзад, мо инҳоро мақсад аз имкониятҳои доштагимон бархурдоршон мекунему, даъватшон мекунем ки то намозошона хонанд, то худоро ибодат кунанд. иншоаллоҳ ба ин далолатҳо ба ин дастгириҳои мо худо хоҳад ӯ бо майли ба намозам пайдо мекунад ва ихлоси ба намозам пайдо мекунад. худои меҳрубон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ман иншоаллоҳ бо як қисмат саволҳое ки боз дар пеш дорам, боз барои шумо иншоаллоҳ иноша ҷавоб мегардонам ва чӣ гунае ки дар ибтидо ман дуо кардам, бозам аз худои меҳрубон хоҳам мевасам ки худои меҳрубон ҳар як таманниёту мақсудҳое ки кардам бо фазли карамат ҳосил бигардонам ва дар охир худо ҳамаи шуморо дар паноҳи раҳматаш нигаҳбон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.